سلام علیکم خدمت همه دوستان، خیلی خوش اومدین به این قسمت که کلا مختص بتونه کشی گلگیره عقب جا هستش که اون میخوایم کلا اون هلال پایین و قسمت بالاشو کلا بدونیم که چجوری خطشو فابریک کنیم. قبل از هر چیزی بگم که این ماشین کلا صافکاری نشده و مجبوریم که کلا از بتونه درستش کنیم این گلگیره رو و کلا بتونه حجم بتونهش خیلی زیاد میشه، ولی دیگه بستگی به مشتری داره که ایشون اینجوری صلاح دونستن، ما هم هر جوری که ایشون گفتن ما در خدمتش هستیم. البته خیلی بهتره که تعویض بشه، چون ماشینایی که در کل تعویض میشن رنگش خیلی دوامش بیشتره، چون 100% چون که بتونه نخورده 100% چیز فابریکتر خوشگل تره. اینجا واسه هلال پایینش کلا باید انگشت وسطتون رو کلا بذارین زیر اون هلال گلگیر و اینجوری فشار خیلی زیاد بکشین که یه خط فابریک در بیاد. البته کار ما اینجا تمام نمیشه و دوباره وقتی که خشک شد بتونه میکشیم. واسه قسمت های وسیع تر کلا از لیسه های بزرگ استفاده کنین. اینجا با لیسه کوچیک تونه رو روی کار میخوابونیم و با لیسه بزرگ قشنگ و کامل و با فشار لیسه بکشین. هیچ وقت لیسه رو یه پر همون اول کار و توی یکی دو دست نکشین، با فشار بکشین که کلا بخوابه و زیرش هیچ حبابی درست نشه. قسمت پایین هلال هم بتونه رو با یک کارت آبربانک به صورت پر بکشید و با حجم زیاد بخوابونید و به صورت شل بکشید تا زیاد بتونه از روش پاک نشه. روی خط هم کلا بالاش اضافاتش رو اینجوری بکشید. خودتون دیدین که کلا از هر جهتی که تونستیم بتونه رو کشیدیم تا دیگه هیچ موجی باقی نمونه. ولی یادتون باشه قبل اینکه بتونه رو بکشین، من قبلش کلا یه دسته خیلی کوچیک سنبادش رو زدم که اگر اضافاتی مونده باشه کلا برطرف بشه. قسمت بالای هلال هم که کلا دیگه پر بکشیم و دوباره با انگشت وسط زیر هلال رو عین پرگار بکشین و نباید دیگه خط هلال روی وسط هلال باشه. اینو در نظر بگیرین که نکته خیلی مهمه، خط باید بیشتر به سمت پایین باشه، یعنی پایینش ابعادش کوچکتر از بالا باشه. از هیچی هم نترسین دیگه، اگر دیدین که کامل نبود دوباره بکشین و خطشو در بیارین. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. حرفی انتقاد داشتین داخل کامنت ها اصلا بنویسین و دیگه قسمت بعدی کلا سنباد این جایی که بتونه رو کشیدیم رو انجام میدیم.